ماجرای گرگ و الاغ. خری در مزرعه‌ای می‌چرید که ناگهان چشمش به گرگ افتاد. او که می‌خواست او را غذای ظهرش کند، همان موقع خودش را به چلاقی زد. گرگ پرسید که پایش چه شده؟ خر گفت که میخی در پایش فرو رفته و به گرگ پیشنهاد کرد قبل از اینکه او را بخورد میخ را در بیاورد که در گلویش گیر نکند. گرگ فریب خورد و پای خر را بالا گرفت. در حالی که پای او را به دقت نگاه می کرد، خر لگد محکمی بر دهان گرگ زد، طوری که تمام دندانهایش ریخت. گرگ با دهان پرخون گفت: پدرم به من شغل قصابی را آموخت و چه افسوس که من دست به کاری غیر از این زدم.